با درود به بیننده عزیز رادیو آزادی، بازم شگل خوجه هستم که در روبروی شما قرار دارم و ساعت با وقت پراگ 10:02 است، با وقت دوشنبه 1:02 و چون معمول در همین وقت و در همین ساعت من برای شما تلاش میکنم که در چند دقیقه سرخط مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان رو به سهمتون برسانم و بعضی از این خبر و گزارش رو ما در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر پیشنهادی شما دوستان خواهیم کرد و این برنامه خبری طریق پخش مستقیم به شما تقدیم می شود. خوب، بازگشت به SSR و یا نرخ دولتی می شوند. در تاجیکستان من بعد نرخ 16 محصولات نیازی اولیه مردم از جانب دولت تنظیم کرده می شود. با این روی خط کدام محصولات داخل است و یا چنین تدبیر برای مردم سبوکی می آورد، در این موضوع با شما ما صحبت خواهیم کرد. نماینده اینترپول در سازمان ملل متحد میگوید که تاجیکستان یکی از 5 کشور اساسی جهان است که معلوماتنامه درباره تروریستان را پیشنهاد میکند. در عین زمان نماینده تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که جامعه جهانی برای بازداشت اعضای حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی کمک خواهد کرد. چون و چرای این موضوع را ما همین گونه در برنامه خبری تقدیم شما خواهیم کرد. اکنون رئیس جمهور هم دخالت نمود. کارمندان نهادهای انتظامی با سیاحان خوشمعامله میشوند یا سیف خائنان زیاد خواهد گشت. بعد از نشر خبرها و نوارهای پولستانی و بعد معاملگی کارمندان انتظامی، علی رحمان در خطاب به آنها گفت که اگر من بعد چنین عمل آشکار شود آنها را شرمسار خواهند و شرمسار خواهند کرد و مجازات سخت در پیش است. گذشته از این رشوه‌خواران خائن ملت اعلان می شوند. آیا بعد این صحبت تند وضعیت تغییر می‌یابد؟ اطراف این موضوع در برنامه صحبت می‌کنیم. فواره‌های خاموش در گرمای تابستان، در حالی که حالا در تاجیکستان حرارت هوا تا به 40 درجه میرسد، برخی فواره‌های شهر دوشنبه خشکند و یا اینکه تنها بیگاه فعال میشوند. هرچند طبق رجه مقرر شده باید در این شب روز بدون تنفس کار کنند. هر جا زهر است پادزهر هم هست. آیا شما میدانید که مار در کدام حالت به اصطلاح زهرش را میچکاند و برای گرفتن زهر آن چگونه باید احتیاط نمود؟ سیر خواهیم داشت به کشوری که برای مرغزیده ها پادزهر یعنی دوا آماده میکنند و همراه میبینیم که خون کدام جانور برای آماده کردن پادزهر استفاده می شود. این تنها چند از نامگوی خبرگزاری‌هایی هست که ما در برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شما دوستان خواهیم کرد و خبرگزاری‌های دیگر نیز داریم که امیدوارم بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر آنها کامل می شوند و در برنامه خبری ما حتما آن را به سهم شما می رسانیم. البته طوری می دانید دنیا در تحول است و در سرتاسر جهان خبر و گزارش‌های زیادی روی می‌دهند و فراموش نکنید که برنامه خبری ما را شما میتونید در آزادی ویدیو که کانال مخصوصی ما در یوتیوب است تماشا کنید و همین گونه در وبسایت ما www.azadi.org. ما رو بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 با وقت پراگ و ساعت 4 با وقت دوشنبه منتظره.